و روزی میگه ما دیدم محمد نماز خوندسته، با دیدم گفتم این شاعر را بی، حالا با زبان حرف نزدم، با دیدم گفتم این شاعر را بی شعر خوندسته. همون حالت میگه حبیبی نازنین در نماز این آیه مبارکه را خواندن، بسم الله الرحمن الرحیم و ما هو بقول شاعر. سخنهای محمد سخنهای شاعرانه است. میگه گفتم این فالبین بوده مرا فهمید. میگه دویم جمله را خواند و ما هو بقول کاهن. سخنهای حبیب خدا سخنهای فالبینا هم نیست. میگه والله گفتم این مرد کسی از صاحب داره. ما فکر کردیم ملکه جواب ما گرفتم، اگر چه 6 سال بعد میگه ما مسلمان شدم. روزی میگه یک زن دیدم در راه میرفت، گفتم مادر کجا میری؟ گفت ما تو مسلمان هستی، سرزمین خدا بسیار است، میرم یک سرزمین دیگه. گفت در پناه خدا باشه. زن وقتی که از زبانی مرد